با یک هارد قدیمی یک سنباده برقی خیلی قوی بساز. این هاردهای قدیمی موتورهای بسیار قوی دارن. بهت یاد میدم که این سنباده برقی رو درست کنی. سیم پاور کامپیوتر رو میزنی به برق هارد، ولی مشکل اینجاست که بعد از چند ثانیه وای میسته. کابل دیتای ساتا رو بر میداری، اونو برش میزنی، سیمای سرش رو لخت میکنی. 6 تا سیم داره، 3 و 4 رو به هم متصل میکنی و 2 و 5 رو. اگه خوشت اومد سابسکرایب کن.